افسانه غازی طلایی. بود نبود مردی بود. او 3 نفر پسر داشت. پسری خردیش را ساده حال می گفتند. با او نفرت داشتند، به حالش می خندیدند، خفه می کردند. روزی پسری کلانی برای هیزم آوردن به جنگل برفت و مادرش به او سطری و شیشه شراب داد تا که او تشنه و گرسنه نماند. او به جنگل آمد و آنجا یک مردی خردککی موی سرش سفید بوده را واخورد. پیرمرد به او سلام گفته پرسید: با من از کیسه خود کمی سطری و شرابی ده. من بسیار گرسنه هستم و نوشیدن می خواهم. پسری دانا گفت: اگر من برای تو نان و شراب دهم، برای خودم چیزی نمیماند. برای خود برو. همین طور این مرد خردکک به آب و نان بماند و پسرک دانا راهش را دوام داد. او به بریدن درخت شروع کرد. با تبر به دست خود بزد. مجبور شد که به خانه‌شان برگردد تا دستش را ببندد. همه‌اش از برای همان مردی خردککی موی سرش سفید شده سر زد. سپس پسری میانه به جنگل برفت. مادرش به او هم شیشه شراب و سطری بداد. او نیز شخصی خردککی را که موی سرش سفید بود واخورد که از پسر پاره سطری و قطره شراب پرسان شد. لیکن پسری میانه که عقلش رسا بود جواب داد: من برای تو دهم، به خودم کمتر میماند. برای خود برو. همین خیل به شخص خردکک چیزی نماند و پسری میانه راهش را ادامه داد. او نیز جزایش را بدید. او یک چند مرتبه به درخت بزد و با تبر به پایش ناخوش زد. بنابراین مجبور شد که خود را به خانه‌شان برساند. در همان وقت ساده حال بگفت: پدر، اجازه دهید که من برای آوردن هیزم به جنگل بروم. پدرش در جواب گفت: برادران تو رفته بودند، تنها به خود ضرر رساندند. تو به کجا می روی؟ تو در این باره هیچ چیزی را نمی فهمی. ساده حال باشد گشته و برگشته اجازت پرسیدن گرفت و پدرش ناعلاج در آخر گفت: خیر، برو. شاید در بدبختی ها عقلت به جای می رسیده باشد. مادرش به ساده حال سطری که با آب و در روی خاکستر پخته شده بود و شیشه پیوای تروشی بداد. ساده حال به جنگل آمد. او همان شخصی خردکک را که مویش سفید بود واخورد. با او سلام داد و این شخص گفت: با من کمی سطری و قطره از ظرف آبت بده. من چنان گرسنه هستم و باز نوشیدن می خواهم. ساده حال جواب داد: من سطری دارم که در روی خاکستر پخته شده است و پیوایم تروش است. لیکن اگر به تو پسند آید، بیا میشینیم و یک جایه میخوریم. آنها نشستند. ساده حال سطری خود را که در روی خاکستر پخته شده بود برآورد و او خوردنیوار و با مزه بود. پیوای تروش باشد، شراب خوبی بشود. آنها نوشیدند و بخوردند و شخصی خردکک گفت: از برای آن که تو دل گشا داری و تو با من خوراکت را تقسیم نمودی، من تو را خوشبخت میکنم. انا درخت پیر ایستاده است. تو آن را افکن و در بین ریشه های آن برایت چیزی خواهی یافت. سپس شخص خردکک خیر خوش نموده برفت. ساده حال رفته درخت را برید. او به زمین افتاد. ناگاه او بدید که در ریشه درخت یک غاز ایستاده است و همه پرهای او از طلای تازه می باشند. او غاز را با خود گرفته به میخانه رفت و آنجا به خلاصه آمد که شب را در همانجا روز خواهد کرد. صاحب میخانه 3 دختری داشت.
آنها غاز را دیده خواستند بدانند که چه خیل پرنده عجیب باشد و خواهشی به دست آوردن پری طلایی او را داشتند. دختر کلانی فکر نمود. کار احتمال تا آنجا می رسد که من یک پری طلایی را به دست می آورم. همین که ساده حال از غاز دور شد، دختر غاز را از پرهایش داشت. در اینجا پنجه هایش به غاز چسبیدند. دیری نگذشته خواهر دویمش آمد که فکرش فقط درباره آن بود که چه خیل پری طلایی را از خود نماید. همین که او به خواهرش دست رساند، همان زمان به او چسبیده بماند. اینجا خواهر سیوم هم رسیده آمد تا که پری غاز طلایی را به دست آورد. لیکن خواهران به او داد زده گفتند از برای خدا به ما نزدیک نشو. لیکن او نفهمید که با کدام سبب نزدیک نشود و فکر کرد اگر خواهران من آنجایند من هم میتوانم که با آنها باشم. همین که او به یکی از خواهران دست دراز کرد، همان زمان به او چسبیده ماند. انا آنها مجبور شدند که شب را نزد غاز روز نمایند. پگاهی روز دیگر ساده حال غاز را به بغل گرفت و روان شد. از آن خاطر نشد که 3 دختر از دنبال او روانند. دختران مجبور بودند که با غاز روان شوند تا به این طرف تا به آن طرف، به کجایی که ساده حال پایش را می گذاشت. آنها در صحرا قاضی را واخوردند که او این حال را دیده گفت شرم بدارید دخترهای بی شرم و حیا، چی از دنبال این پسر می گردید؟ این چی کار است؟ او خواهر خردی را از دستش داشت، خواست که او را دور سازد. لیک لحظه ای که به او دستش را رساند خودش هم به آنها چسبیده بماند و مجبور شد که با آنها برود. در راه آنها با کاتب دینی روبرو شدند. او قاضی را دید که از دنبال دختران تازان رفته ایستاده بود و حیران شده فریاد کرد ای جناب قاضی، به کجا شتاب دارید؟ فراموش نکنید که امروز کودک را باید تعمید نماییم. و او به پیش قاضی دویده از آستینش داشت و او نیز به آنها چسبیده بماند. وقتی که این 5 نفر از پشتی همدیگر دویده می رفتند، از پیششون 2 دهقان برآمدند که در دست کلم داشتند و از صحرا برمی گشتند. قاضی به آنها مراجعت کرده آنها را به یاری دعوت کرد تا که آنها او و نماینده مسجد را آزاد نمایند. لیکن وقتی که دهقانان به آنها دست رساندند، همان زمان به آنها نیز چسبیده ماندند. کنون آنها 7 نفر شدند که از دنبال ساده حال و قاضی او می رفتند. انا ساده حال به شهری رسید که در آن پادشاه حکمرانی می کرد. او دختری داشت که نهایت جدی بود و یگان شخص او را خندانیده نمی توانست. برای همین پادشاه قرار برآورده بود که کسی که دخترش را تواند که بخنداند او را به دخترش خانه‌دار خواهد کرد. در این باره ساده حال شنید و منزدی شاه دختر با این قطاره آدمان روان شد. دختر دید که 7 آدم یکی پس دیگر دویده می آمدند و چنان بخندید که از خندیدن باز ایستادن نمی توانست. ساده حال همان وقت طلب نمود که دختر را به او به شوهر بدهند، اما به پادشاه داماد شونده نه چندان پسند آمد. پادشاه هر خیل سبب فکر کرده به ساده حال گفت که شخصی را بیارد که همه شرابی در تخانه بوده را بنوشد. اینجا به یاد ساده حال شخصی خردکک بزد و فکر نمود که او می تواند شاید به او کمک نماید. ساده حال به جنگل روان شد و در جایی که درخت را افتانده بود یک شخصی خردککی را دید. او نشسته بود و از رویش پی بردن ممکن بود که او بسا غمگین است. ساده حال به پرسش در آمد که چرا او غمگین است. او جواب داد من را تشنگی سخت تشویش می دهد که نمی توانم از نوشیدن سیر شوم.
من چون سنگ آتش گرفته چی آب و چی شراب نوشم برایم هیچ است. آب خنک نمی نوشم، شرابم رو نوشیده تمام کردم، من تشنه‌ام. ساده حال به او بگفت من می توانم که به تو کمک نمایم. از دنبال من بیا و تو با سری آب را می نوشی. ساده حال او را به تخانه پادشاهی برد. او به نزد ظرف‌های کلان نشسته نوشیدن گرفت. نوشید و نوشید تا اینکه شکمش کلان شد. یک روز هم نگذشته همه شراب تخانه رو بنوشید. ساده حال بار دوم نزد پادشاه آمده خواهش به زنی گرفتن دختری او را نمود. لیکن پادشاه در غضب شد، چون که چنین یک آدم عادی که همه ساده دلش می گفتند دختری او را خواستگار شده است. از این سبب پادشاه شرط دیگر را در بین گذاشت. ساده حال باید آدمی را بیابد که او نانهای زیادی را که چون کوه گرد آورده شدند بخورد. ساده حال فکری بسیار نکرده به جنگل روان شد. در همون جای اوله شخصی نشسته بود. او کمربندش را سختر بسته بسیار غمگین می نمود. من الکه یک تنوری پر از نان سیرغذا را خوردم، لیکن برایم هیچ است. تا حال من گرسنه سختم. من مجبورم که کمربند را خوب ببندم تا که از گرسنگی نابود نشوم. ساده حال خرسند شده گفت خیر، از جایت بخیز و با من بیا، تو توصیه شدنت خواهی خورد. ساده حال او را به دربار پادشاهی آورد. آنجا باشد در همان وقت از تمام کشور ارد آورده نانی زیادی را پختند. اینجا شخصی از جنگل آورده شده به خوردن آغاز کرد. در مدت یک روز از کوه نانها نشانه نماند. بار سیوم ساده حال به نزد پادشاه رفته طلب کرد که عروس را به او دهند، اما پادشاه خواست که از ساده حال تماما خلاص شود و از او یک کشتی طلب نمود که قدرتی در آب شنا نمودن و در خشکی رفتن را داشته باشد. وقتی که تو در همان کشتی به نزد ما شنا نموده برسی، بگفت پادشاه به ساده حال، همان زمان دخترم را به زنی میگیری. ساده حال راست به جنگل روان شد. آنجا همان شخصی سرسفید خردکک که برایش سطری داده بود نشسته بود. او به ساده حال بگفت تو مرا آب دادی و خوراندی، برایت من کشتی میدهم. من برای آن این کار رو میکنم که تو به من رحم نمودی. و به ساده حال کشتی داد که در خشکی و در بحر حرکت کرده میتوانست. پادشاه کشتی را دید و برای به ساده حال به شوهر برآمدن دخترش ناراضگی بیان نکرد. توی برپا شد. بعدی وفات پادشاه تمامی سلطنت پادشاه به ساده حال میراث ماند و او سالهای زیاده با زن خود خوشبختانه عمر به سر می برد. اینجا افسانه به پایان رسید و آنها آنجا ماندند و ما آمدیم. شما نیز خوشبخت باشید و چراغ عشق و محبت در خاندان همه شما فروزان باشد. با کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. نیکنام و سربلند باشید.